درود دوستان، به یه ویدیو دیگه از کانال تجربه کانال خودتون خوش اومدید. من برگشتم این دفعه تا بهتون یه سری اطلاعات تکمیلی در مورد ویزای توریستی و ویزای سرمایه گذاری بدم. بریم با هم ببینیم. دفعه قبل که براتون یه ویدیو ضبط کردم و بهتون اونجا اطلاعات دادم که وکیل چه خدماتی رو به ما میده و برای ویزای سرمایه گذاری باید به چه چیزایی دقت کنید، خیلی از افراد تازه وارد احتمالاً یا خیلی از بچه‌هایی که قبلا استوری‌های اینستاگرام رو دنبال نمی‌کردن که من دوباره آدرس اینستاگرامم اینجا میذارم، به خاطر اینکه من خیلی اطلاعات به درد بخور بخوام بگم به زبان عامیانه خودمون رو در واقع هر روزه توی استوریای اینستاگرامم به اشتراک میذارم باهاتون و جواب سوالاتتون رو اونجا به سریع‌ترین شکل ممکن میدم. بنابراین یه سری سوال دوباره برای یه سری از بچه‌ها پیش اومده بود که فکر کردم که بد نمیشه این ویدیو رو برای تکمیل کردن ویدیوی قبلی براتون ضبط کنم. خیلی از شماها از من میپرسید که جریان ویزای توریستی چی بود، بعد دوباره ویزای سرمایه گذاری چیه. ببینید بچه‌ها، من تو ویدیوهای قبلی هم اگر کامل نگاه کرده باشید توضیح دادم. ما اول با ویزای توریستی که ویزای 10 ساله هست که خیلی ها میپرسید که میشه آیا ما هنوز پناهنده ایم یا با بدون داشتن پاسپورت آلمان هم اقدام کنیم و این ویزا رو دریافت کنیم. من واقعیتش در مورد اینجور چیزا اطلاع ندارم. افرادی رو دیدم که با داشتن اقامت 5 ساله هم ویزای توریستی دریافت کردن ولی دعوتنامه داشتن و یا اینکه مهلت ویزای توریستیشون خیلی کوتاه بود، 3 ماهه بود. شما میتونید سعی بکنید با داشتن پاس آبی یا هر چیز دیگه این کار رو انجام بدید، ولی اینکه این ویزا رو دریافت میکنید اینو من نمیتونم بگم، اینو سفارت آمریکا تصمیم میگیره بسته به شرایط شما. بنابراین ما با داشتن پاس آلمانی اقدام کردیم به گرفتن ویزای توریستی و بعد از اینکه ویزای توریستیمون رو دریافت کردیم اول تصمیم گرفتیم که چند سفر بیایم آمریکا و جای مختلف رو ببینیم، به خاطر اینکه تصمیم گیری از راه دور برای ما با وجود بچه‌هامون سخت بود و نمیخواستیم همینجوری به قول معروف بیگدار به آب بزنیم. و وقتی که شما پاس آلمانی دارید و سیتیزن آلمان هستید، شهروندی آلمان رو دارید، حالا یا هر جای دیگه اروپا رو، بهتون معمولا یه ویزای 10 ساله توریستی میدن. بعد ما از طریق اون ویزای 10 ساله توریستی اقدام کردیم اومدیم آمریکا و با وکیل آشنا شدیم، با چند وکیل مختلف صحبت کردیم. بعضی از وکیلا مشاوره‌هاشون رایگان بود، بعضیا پولی بود، پرداخت کردیم براشون هزینه رو و باهاشون مشاوره گرفتیم، چه وکلای آلمانی و چه وکلای ایرانی. حالا یه سوالتون این بود که دلیل اینکه رفتید اونجا موندید و ویزای ایتو رو از همون آلمان درخواست ندادید و اقدام نکردید چی بود؟ در جوابتون باید بگم به ما وکلای مختلف مشاوره‌های مختلف دادن، ولی یکی از این وکلا که خیلی با تجربه تر بود به یه نکته خیلی خوبی اشاره کرد. از اونجایی که ما تابعیت ایرانی رو هم داریم و این تابعیت قابل برگشت دادن نیست، برای ما متاسفانه باز قوانین یه ذره متفاوته، به خصوص وقتی از این قاره نیستیم. شاید افرادی از کانادا بیان شرایط براشون حتی به عنوان ایرانی بودن چون توی همین قاره هستن فرق کنه، ولی ما چون توی یه قاره دیگه زندگی می‌کردیم و از اروپا داشتیم میومدیم، شرایط یه خورده به مراتب برای ما با وجود ایرانی بودنمون سخت‌تر بود. بنابراین به تجربه یکی از وکلا همونطور که بهش اشاره کردم به ما گفت این کارو نکنید که از اونجا اقدام کنید و هی بیایید و برید و بیزینس رو راه اندازی کنید و واسه بیزینسی که نتونستید ثابت کنید که اینجا حسابش در گردشه و مشتری داره و نتونستید خیلی از خرج‌ها رو از راه دور انجام بدید، ریسک نکنید برید سفارت و سفارت به شما برگرده بگه که نه، یه همچین بیزینس رو تو آمریکا احتیاج نداریم، متاسفیم و بنابراین نمیتونیم بهتون ویزاتون رو عوض کنیم. من شنیدم تأثیری توی ویزای توریستی نمیذاره، ویزای توریستیتون رو از دست نمیدین، شما همچنان بازم به عنوان توریست میتونید بیاین. اگر اون بیزینس تایید نشد و ویزاتون چنج آف استاتوس نشد و تغییر نکرد، میتونید بیاید بیزینسی رو که قبول نکردن رو ببندید، ولی خب طبیعتاً بهتون یه سری خسارت وارد میشه و بعد با ویزای توریستیتون بازم همچنان به عنوان توریست ورود و خروج کنید به آمریکا. بنابراین ما به توصیه این وکیل که یه موکلی هم داشتن که از کانادا حتی این کارو کرده بود و اقدام کرده بود و متاسفانه بیزینسشون مورد قبول نبود و تایید نشد از طرف دولت آمریکا، ایشون مجبور شدن که اون بیزینس رو ببندن و یه سری خسارت هم بهشون وارد شد و برگشتن کانادا و سعی کردن از طریق حالا راههای دیگه‌ای که احتمالاً وجود داره اقدام کنن و بیان. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که از اونجایی که توی ویزای توریستی به شما 6 ماه فرصت توی آمریکا موندن داده میشه، تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا از نزدیک بمونیم، یه سری هزینه ها رو خب طبیعتاً از جیب پرداخت کنیم و
چند ماه بدون داشتن کار، بدون داشتن درآمد، به اینا اینجا اشاره میکنم به خاطر اینکه خیلی از شما میگین به ما گفتید توی استوریای شورت ویدیوها به ما گفتی 100,000 تا فقط هزینه ویزای توریستیه، چرا میگی که مثلا حداقل باید 150,000 تا داشته باشین؟ اینجا به اینم اشاره میکنم شما 100,000 تا فقط حداقل برای بیزنسی که میخواین راه اندازی کنید احتیاج دارید، ولی به غیر از اون خب طبیعتا وقتی میایین اینجا میمونین، حالا بر حسب تعداد خانواده‌تون، بر حسب مخارجی که عادت دارین یه سری خرجا رو انجام بدین. اوکی، آدم سعی میکنه یه ذره جمع و جورتر از قبل زندگی کنه، سعی میکنه یه سری از خرج تراشی‌ها رو تو زندگیش نداشته باشه، ولی باز هم یه سری هزینه‌های اولیه رو داری و یه سری مشکلات حتی ممکنه به وجود بیاد و یه سری ممکنه حساب کتابای شما اونطور که باید درست از آب در نیاد. بنابراین باید حداقل 35,000 تا 50,000 تا با خودتون اضافه تر به همراه داشته باشید که بتونید از پس این هزینه‌هاتون هم توی اون چند ماهی که اینجا به عنوان توریست زندگی میکنید و میخواین بیزینس رو اندازی کنید و اجازه ندارید کار کنید و درآمد داشته باشید، کنار گذاشته باشید و اون هزینه رو با خودتون به همراه داشته باشید. بنابراین دلیل اینکه چرا باید بیشتر از 100,000 تا همراهمون داشته باشیم رو هم بهتون گفتم و دلیل اینکه چرا بهتره بیایم اینجا بمونیم هم که خب همون بود که یکی از این وکلا که خیلی با تجربه تر بود به ما اشاره کرد و ما واقعا تصمیم گرفتیم که یعنی منطقی تر به نظر ما این اومد که بیایم اینجا بمونیم و شرایطش رو هم داشتیم، میتونستیم کارمون رو تعطیل کنیم، تصمیم قطعی شده بود، چند تا سفر اومده بودیم و میدونستیم که واقعا از ته قلبمون دوست داریم بیایم و اینجا زندگی کنیم. باز این بر حسب شرایط افراد مختلف فرق میکنه. ما دوستان آلمانی اینجا پیدا کردیم و باشون آشنا شدیم که ایشون همزمان با ما اومدن اینجا، ولی خب به دلیل اینکه آلمانیان ریشه ایرانی ندارن و تنها تابعیتی که دارن تابعیت آلمانیه، براشون ریسکی وجود نداشت، ترس این رو نداشتن که روابط با ایران خراب بشه بخواد روی ویزاشون تاثیر بذاره، ترس این رو نداشتن که یه سری چیزا برای ایرانیا تحریم بشه حتی با وجود سیتیزنی جای دیگه، ترس این رو نداشتن که رئیس جمهور این کشور عوض بشه و بخواد واسه ایرانی‌ها یه قوانین سخت‌تری بذاره. بنابراین اونها راحت تونستن این تصمیم رو بگیرن که بچه‌هاشون همچنان اونجا ادامه بدن، برن مدرسه و همسرشون اونجا بمونه و هیچ چیزی رو از اول نفروشن، بیان بیزینس رو راه اندازی کنن و بعد که همه چیز اوکی شد، خونه همه چیز اینجا آماده شد، بعد بخوان کاملا نقل مکان کنن و از آلمان بیان اینجا. این رو هم توضیح دادم. یه سوال دیگه هم داشتید، این بود که برای پیدا کردن بیزینس اگر بخوایم مثلا خودمون زودتر اقدام کنیم و یه بیزینس اینجا پیدا کنیم و بابت اون بعد موو کنیم و اون بیزینس رو بخریم، چی کار باید بکنیم و چه سایتایی وجود داره؟ سایتش رو توی ویدیوهای قبلی گفتم، دلایلی که از راه دور بیزینس نخرید رو هم اونجا توضیح دادم. خواهش میکنم حتما مراجعه کنید به اون ویدیو، دلایل رو گوش کنید، جدی بگیرید. این چیزی نبود که فقط برای ما پیش بیاد. ما همینجور که داره میگذره داریم با افراد بیشتری اینجا آشنا میشیم و واقعا داریم میبینیم که این اتفاقی که برای ما افتاد به مراتب بدتر برای افراد دیگه هم افتاد، حالا به مراتب متفاوت‌تر و یه خورده بعضیا مثلا حالا یه شانس بهتری آوردن یا حواسشون جمع‌تر از ما بود و یا مثل ما اعتماد نکردن و این اتفاق براشون نیفتاد، ولی خب همچین یه خورده به قول معروف بغل گوششون این خطره رد شده. واقعا تا حالا با هر کی آشنا شدیم این مشکلات وجود داشته. بنابراین بهتون توصیه میکنم که حتما برای آشنا شدن با بیزنس ها، برای سرمایه گذاری کردن، قبل از اینکه برید به اون سایت و بخواید بیزنس رو بخرید، قبل از هر اقدامی اول ویدیو قبلی منو ببینید و گوش کنید به چیزایی که گفتم و به اون سایت در حال حاضر اگر توی آلمان فقط هستید به این چشم نگاه کنید که بخواد مزنه قیمت بیزینس ها دستتون بیاد، بخواد ببینید که مثلا تفاوت ها چیه، چه کارهایی رو تو چه رنج قیمتی میفروشن و اینکه چه تنوعی توی بیزینس ها وجود داره. سوال بعدی که خیلی مهم بود و خیلیاتون پرسیدین این بود که اگر ما اومدیم اونجا و خواستیم یه بیزینس رو بخریم، حتما باید لایسنس به خصوصی برای اون بیزینس داشته باشیم، حتما باید کار کردن توی اون بیزینس رو بلد باشیم، یا راجع به این چیا میدونی به ما بگید؟ ببینید من به خیلیاتون توی اینستاگرام هم جواب دادم، اصلا لزومی نداره که بیزینسی رو که میخرید تخصصش رو داشته باشید. شما ممکنه مثلا کار ناخن انجام میدید، حالا خانم هستید توی آلمان یا تو اروپا یا تو ایران یا هر جای دیگه. البته این هم اشاره کنم که از ایران نمیتونید با حالت سرمایه گذاری بیایید آمریکا، متاسفانه.
ولی اگر از اروپا کانادا هستید و مثلا شما توی یه سالن آرایشی کار موژه انجام میدید، کار خدمات پوستی انجام میدید، کار ناخن انجام میدید، کاشت ناخن انجام میدید و حالا مثلا توی این سایت بیزینس رفتید دنبال بیزینس گشتید و یه آرایشگاه برای فروشه، شما نباید حتما مدرک آرایشگری داشته باشید. اولا بگم که اینجا وقتی میاین حتی مدرک آرایشگری از کشورهای دیگه هم داشته باشید تایید نمیشه. باید بعدش اصلا چه بخواید برای بار اول چه بخواید با داشتن مدرک اینجا آرایشگر بشید 6 ماه به صورت آنلاین کلاس وجود داره. این رو یه آرایشگر از همین شهر به من گفت. نمیدونم این اطلاعات مال دالاس یا جاهای دیگه هم به این صورته، ولی ایشون به من این اطلاعات و اسم مدارس رو گفتن و میدونم که میشه 6 ماه آنلاین دوره آرایشگری رو گذروند و ایشون خودشون این دوره رو دقیقاً به همین صورت گذروندن. یه آرایشگاه میخواین بخرید، مثلا حدود 115,000 تا قیمت آرایشگاه است. شما لزوما نباید حتما آرایشگر باشید و لزوما نباید توی آرایشگاهتون کار کنید. شما میتونید خدمات کاشت ناخن آرایشگاه خودتون رو بدید، ولی صندلی اجاره بدید برای متخصصین این کار، برای مثلا کار رنگ مو، برای کار مثلا خدمات پوستی، برای موژه، برای کار تتو حتی، یا حالا تتوی ابرو، برای کار پیرسینگ و خیلی کارهای دیگه میتونید اتاق یا صندلی‌های اون آرایشگاه رو اجاره بدید به افراد مختلف که درآمد داشته باشید از آرایشگاهتون. بعد حالا اگر دوست داشتید، اگر براتون درآمدش میصرفید که خب به همین شکل و روند ادامه میدید. اگر نه دوست دارید که خودتون هم مثلا فول تایم توی آرایشگاهتون کار کنید، میتونید برید بعد از 6 ماه که مدرک آرایشگری رو گرفتید خدمات دیگه ای هم توی آرایشگاهتون خودتون ارائه بدید. مثلا میخواین کافی شاپ باز کنید، شما هیچ وقت تو کافی شاپ کار نکردید، با همه اینا میتونید کافی شاپ بخرید، میتونید مدیر یک کافی شاپ باشید. شما میتونید اونجا مدیریت کنید، حسابرسی، خدمات و کارهایی که بلدید رو انجام بدید. حتی میتونید منیجر بگیرید برای کافی شاپتون اگر حتی کار مدیریت بلد نیستید. ولی خب همه اینا رو باید در نظر بگیرید که وقتی تخصص اون کارو بلد نیستید، خب افرادی رو که استخدام میکنید از یه طرف واسه بیزینس خیلی خوبه چون شما کارمند استخدام کردید توی آمریکا که داره مالیات پرداخت میکنه، از یه طرف دیگه درآمد خود شما رو پایین میاره به خاطر اینکه باید به این افراد حقوق بدید. بنابراین نیازی نیست که حتما لایسنس خاصی واسه تخصص خاصی داشته باشید. شما میتونید یه بیزینسمن باشید، یه بیزینس وومن باشید، شما میتونید صاحب یه مکان، یه محل، یه بیزینس برای کسب درآمد و برای دریافت ویزای بیزنسی E2 باشید اینجا. حالا یه چیزی هم چون کافی شاپ رو مثال زدم لازمه بدونید برای افرادی که مثلا میخوان بیزینسی مثل رستوران یا مثل کافی شاپ باز کنن اینجا، شاید خیلیاتون بگید من برای چی مثلا خودم کارم مثلا توی اروپا گاسترونومی، رستوران و بارمنی و کافی شاپه و میدونم که مثلا زدن یه کافی شاپ ممکنه $50,000 خرج برداره، برای چی بیام برم مثلا $130,000 بدم یه کافی شاپ آماده رو بخرم؟ من میام و از اول خودم شروع میکنم به راه اندازی یه کافی شاپ. یه همچین چیزی من کاملا درک میکنم که شدنیه که آدم بتونه با قیمت خیلی مناسب تری کافی شاپش خودش رو اندازی کنه. اما اینو باید بهتون بگم که جاهایی که مثلا مثل مغازه ها محل کسب درآمد هستن رو توی دالاس حداقل من میدونم به این صورت بود که اصلا به افرادی که اینجا بک‌گراند کاری درآمد در گذشته تو آمریکا نداشتن و سوشال سکیوریتی نامبر ندارن. سوشال سکیوریتی نامبر اگه بخوام بهتون بگم همون کدیه که مثلا ما اولش تو آلمان هممون از اداره بازنشستگی دریافت می‌کردیم و این کد همیشه خیلی جاها در کارهای اداره‌های خارجی لازم میشد. یه همچین عددیه و وقتی که شما اینو ندارید بهتون اجاره نمیدن مغازه رو. خونه به راحتی میتونید اجاره کنید ولی مغازه برای کسب درآمد بدون داشتن بک‌گراند چک و درآمد توی آمریکا بهتون اجاره نمیدن متاسفانه. حالا اگر مثلا با داشتن کمکی، با داشتن آشنا، با داشتن یکی از بستگان اون برای شما ضمانت اینو بکنه یا از موقعیت خودش استفاده کنه و مغازه رو برای شما اگر اجاره کنه، اون موقع حتما نیاز به یه سری لیسانس ها دارید، لایسنس به آمریکایی بخوام بگم، و باید یه سری مدارک و یه سری جواز از اداره بهداشت، از یه سری اداره‌های دیگه دریافت کنید و حتما هم باید خودتون شخصا به عنوان اینکه قراره مثلا صاحب اونجا باشید و یه سری خدمات رو قراره خودتون انجام بدین و کار کنید، به عنوان آشپز، به عنوان بارمن باید اون کارا رو براش لایسنس بگیرید و وارد باشید بهشون. و وقتی که 3 ماه باید اینجا توریستی صبر کنید بعد اقدام کنید به اینکه تازه بخواید راه اندازی کنید کافی شاپتون رو، خب طبیعتا از 6 ماه توریستیتون 3 ماهش که گذشته فقط 3 ماه وقت دارید و اون 3 ماه متاسفانه اصلا کافی نیست برای اینکه بخواید شما همه لایسنس ها رو بگیرید و بخواید حتما خودتون به تنهایی جای راه اندازی کنید. بنابراین به نفعتونه برای خریدن زمان شما یه بیزینس آماده که تمام لایسنس هاشو گرفته و تمام
مراحل رو پشت سر گذاشته و چیزی که من شنیدم به خصوص اگر قرار باشه نوشیدنی الکلی توی رستوران ها بفروشید، اون خیلی به مراتب سخت‌تر و زمان برتره و بهتره که یه بیزنس آماده رو بگیرید که این مراحل پشت سر گذاشته و شما در واقع فقط منیجر اونجا باشید. حالا وقتی که شما منیجر اونجا هستین، در بدترین حالت اینه که کافی شاپتون از ماه اول پول داره در میاره، ولی فقط شما مجبورید به یه نفر دیگه حقوق بدید بابت کاری که اون داره اونجا انجام میده، تا اینکه خودتون سر حوصله برین لایسنستون رو بگیرید، مدارکی که نیاز داره رو دریافت کنید و بعد میتونید اونجا خودتون شخصا شروع به کار بکنید و خب طبیعتا اینجوری یه جوری در واقع برای درآمدتون هم به نفعتون میشه. در مورد بیزینس یه سوال دیگه هم داشتید درباره این بود که وقتی که میخواین اونجا سرمایه گذاری کنید، خب طبیعتا نیازی به مدارک آلمان هست یا نه و اینا رو چجوری باید ترجمه کنیم و چیکار باید بکنیم. وقتی که شما به عنوان سرمایه گذار اینجا میخواین اقدام کنید، خب طبیعتا وکیل یه لیستی بهتون میده، طبق اون لیست ازتون یه سری مدارک میخواد. اولا باید ثابت کنید که این پولی که از آلمان آوردید توی 5 سال گذشته بابتش مالیات دادید و درآمد بوده، از هیچ ارگانی وام یا پول درخواست یا قرض یا وام نگرفتید و تمام این پول رو شخصا بابتش کار کردید و این پول رو اینجا آوردید. حالا این پول میتونه از فروش وسایل خونتون باشه، یه کاوسفتراک، یه قرارداد میبندید با اون نفری که ازتون خریده، یه میتونه یه مثلا از فروش خونتون باشه، میتونه از فروش ماشینتون باشه، میتونه از حقوقاتون ثابت کنید که من حقوق گرفتم و اینقدرش رو مثلا توی این چند وقت گذشته پس انداز کردم. ولی وام و اینجور چیزا نباید باشه. این مدارک حالا ترجمه کردنش به چه صورت راجع به ترجمه پرسیده بودید. اینجا اصلا مثل آلمان نیست که نیاز داشته باشه که حتما تمام این مدارک ترجمه رسمی بشه و حتما نباید این مدارک مهر دادگستری یا مهر نوتاری دفترخونه زیرش خورده باشه. مدارک رو شما مثلا من خودم براتون بخوام مثال بزنم، اینجا توی گروهی که افراد آلمانیای توی این شهر هستیم هممون، با اونا ارتباط گرفتم، افرادی که خب دیگه سالهاست اینجا دارن زندگی میکنن، خیلی به انگلیسی مسلطن و آلمانی هم زبان مادریشونه. ازشون درخواست کردم برای من مدارک رو خوندن به آلمانی و من خودم اونا رو نشستم توی خونه ترجمه کردم به انگلیسی با کمک ترنسلیت، با کمک چت جی پی تی و این مدارک رو وقتی به انگلیسی ترجمه کرده بودم دادم، ایشون تصحیح کردن و بعد اینکه ایشون خوندن که همه چیز درست بود، یه برگه از وکیل دریافت کرده بودیم که ایشون باید اون تو امضا میزد و تایید میکرد که این مدارک از آلمانی دقیقاً به همون شکل به انگلیسی ترجمه شده و با تایید امضای اسم ایشون ما اونجا این مدارک رو به انگلیسی ارائه دادیم. نیازی به دفترخونه رفتن، نیازی به هزینه ترجمه دادن نبود. تنها چیزی رو که اینجا نیازه که حتما ترجمه کنید گواهینامه‌های آلمانیتونه که اگر خواستید اینجا گواهینامه رو عوض کنید میتونید گواهینامه آلمانی رو بدید یه نفر که کار دفترخونه انجام میده و امضا میتونه بزنه براتون و مهر کنه، یعنی رسمی باشه، باید اون هزینه رو پرداخت کنید. ولی برای بقیه مدارک مثل بانک، مثل شناسنامه‌های خودمون، شناسنامه‌های بچه‌ها، مثل برگه ازدواجمون های قطع کنده، مثل برگه‌های بانکیمون، اینجور چیزا هیچ کدوم نیازی به ترجمه شدن رسمی و مهر دولتی نداشت. فکر میکنم دیگه به تمام سوالاتون جواب داده باشم. تمام اطلاعات کاملی رو که لازم بود در تکمیل ویدیوهای قبلی داشته باشید رو اینجا بهتون گفتم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید باشه. امیدوارم بتونم راهی براتون باز کنم توی قدم بزرگی که قراره بردارید اگر میخواید مهاجرت کنید به آمریکا. مهاجرت در هر صورت اصلا کار آسونی نیست، به خصوص اگر مثل ما بچه دارید. ما فکر می‌کردیم واقعا اگر حالا اینو دوست دارم انتهای این ویدیو به عنوان یه درد دل کوچیک بهتون بگم، ما فکر می‌کردیم اگر واقعا یه بار مهاجرت می‌کنی و حالا تو اروپا داری زندگی می‌کنی، خیلی از مسائل شبیه به جاهای دیگه هست و از خیلی چیزا مثلا توی سفر که اومدی و یاد گرفتی و آگاه شدی برات کار رو آسون تر میکنه. بازم باید بگم که اینطور نبود واقعا. وقتی که با بچه مهاجرت میکنید، وقتی که یه سری دغدغه ها تو زندگیتون، یعنی یه سری چیزا رو به بچه هاتون میدید و حالا بهشون قول این رو میدید که ما داریم مهاجرت میکنیم و از جایی که به دنیا اومدید داریم میبریمتون یه جای دیگه چون قراره همه چیز بهتر باشه، و وقتی میاین و میخواین صفر تا صد خودتون رو بذارید که
زیر قولتون نزنید به بچه‌هاتون و واقعا روزگار توی اون زمانی که شما استرس دارید بیزینس رو اندازی بشه، استرس دارید به آدم درستی برخورد کنید که نخواد کلاتون رو برداره، استرس دارید بخواد همه چیز به خوبی پیش بره که مثلا اداره‌های اینجا بیزینس شما رو تایید کنن، تمام سرمایه تمام زحمتایی رو که کشیدید جمع کردید با خودتون آوردید، توی اون روزا میخواین تلاش کنید که حال بچه‌تون هم بهتر باشه و اصلا این حس رو بهش انتقال ندید، واقعا نمیتونه روزای آسونی باشه. ولی مطمئن باشید که نتایج بهتری اینجا در کوتاه مدت خواهید گرفت نسبت به آلمان و مطمئن باشید اگر این کار رو دارید از جون و دل انجام میدید و خواسته قلبی و قبلیتونه توپق بزنم حالا درستش کنم، مطمئن باشید که همه چیز در نهایت به یه جای خیلی قشنگ و خوبی خواهد رسید و این اتفاق قشنگ زمانی که میفته ارزش تمام اون سختی ها رو داره، ولی آسون نیست واقعا تا اون زمان بگذره. خیلی در کنار تمام اون سرمایه و انرژی که با خودتون میارید صبر و حوصله فراوون احتیاج دارید. امیدوارم که من بتونم به عنوان یه جزء کوچیکی از جامعه ایرانی و فارسی زبان یه راهی براتون باز کنم که حداقل درست به مقصد برسید بدون اینکه ترکش آدم‌های منفی، آدم‌های عذرخواهی می‌کنم عوضی توی این مسیر بهتون بخوره. اگر از این ویدیو هم تونستید استفاده بکنید، جواب سوالاتتون رو بگیرید، خواهش میکنم از ویدیوهای من حمایت کنید، به اشتراک بذارید، لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.